صلحی را که روسا در پنجشیر کردند، اوربندی را که برقرار کردند، فیصله که در قسمت صورت گرفته، موتر پنجشیر را در داخل پنجشیر تلاشی نکنند. درست؟ و به می ترتیب از تمام عملیات محاربه بیش در قسمت پنجشیر ترک نظر بکنند. بعد از جر و بحث‌های زیادی یا حاضر به می شدند که بلی ما این را قبول میکنیم و مسئله دویدن و پس آمدن این قسم مسائل. بالاخره موافقه به می شد که روسا بیایند در قسمت آناوا جابجا شوند و دو طرفش دوستی ما باشد جابجا و تنها طرف کویت که طرف شتل است در اوجه برشان چند پوست ثابتیم که به اصطلاح به محافظوی خودشان و در تمام گپا پرچمی و کوچستری نه خبر داشتند نه دیگه بلکه کارشکنی هم کردن مثل که در بمبار کردن هم ساده. بعد از اون متاسفانه که مامور سر مسجد خان میخیزه و بعد میگه که پنجشیر اشار بوده و شطور بوده و شنان بوده و امثال از این گپا را خیلی زیاد میکنه و چرا با پنجشیری تو شو پنجشیر چی اهمیت داره و افسوس که ما مسلح نیستیم و امثال. باز بچه‌ای که گلبدین خان میخیزه از بشینه وقت گپاش کلیش رد میکنه و یک طرف باز یک موقع پنجشیر معیشتش چیزی که لازم بوده در قسمت گپ میزنه. مگر با کمال تاسف یک تعداد مسلمانای ما ایوازی که شرایط درک کنند واقعا به این فیصله که در قسمت صورت گرفته افتخار بکنند، یعنی خوشحالی کنند، ایوازی که در یک قسمت شکر خدا را به جا بیارند، دست به یک سلسله پروپاگاندا تبلیغات